سال افغانستان بود. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش سرحال باشین و هر جای دنیا که هستن حال دلشون خوش باشد. دوستای عزیز خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر از چینل یوتیوب مجتبی رها. و همینطور که میبینید من فعلا در جبرائیل هرات موقعیت دارم و همچنان تبریک میگم بلدیشم پیروزی تیم فوتسال افغانستان را که در جام جهانی را پیدا کرده و به این مناسبت قرار چند دقیقه دیگه در جبرائیل یک جشن برگزار شده و میخوایم که از این جشن یک ویدیو بگیرم بلدیشم و امیدوارم که خوششون بیاید و از ما حمایت کنید و همچنان لایک و سابسکرایب ویدیو یادشون نره. خب دوستای عزیز ما فعلا در محل مراسم هستیم و چند دقیقه دیگه قراره که مراسم برگزار شده و نفران کم کم داره جمع میشن دیگه. حجم از خوشحالی مردم هرات برای پیروزی افغانستان.
برادر به حمایت از تیم ملی فوتسال افغانستان بود. اونا از جان دل برای ما و شما مایه گذاشتند. یک ابراز خوشحالی را برای از ما و شما آوردند. ما به حمایت از تیم ملی افغانستان یک جشن. خب دوستان عزیز، ای بود از جشن مردم جبرائیل به خاطر پیروزی تیم فوتسال افغانستان که در جام جهانی را پیدا کرده و واقعا مردم خیلی خوشحال بود. پیر جوان همه آمده بودن، همه خوشحال و امیدوارم که همیشه مردم ما امیرقمی خوش بینگریم و همیشه خوش باشن و آرزوی موفقیت بیشتر منم برای تیم فوتسال افغانستان دیگه. یه ویدیوی ما تا همینجا بود. امیدوارم که از این ویدیو خوش شما آمده باشد و شما مثل از ما خوشحال باشید دیگه. از حمایت های ما رو دریغ نکنید. نظرات خود در زیر همین پست باید کامنت کن و همچنان لایک و سابسکرایب ویدیو هم یادشون نره. تا ویدیوی دیگر، الله نگهدار.